تنها فوتبالیست ایرانیه که به پرفروشترین بازیگر سینما تبدیل شد. مثلا سال 98 63 میلیارد توی گیشه فروش داشت. اصلا کسی هم فکرشو نمیکرد که بشه از یه فوتبالیست زمخت که توی خط دفاعی پرسپولیس و تیم ملی هم بازی میکرد یه همچین بازیگری در آورد. 15 سالی که در تمام عرصه‌های هنر کولاک کرده و کلی سینمایی و سریال و تئاتر هم بازی کرده و لابلاش مجری هم بوده و حتی حضور پررنگی هم در تبلیغات تلویزیونی داشته، تا جایی که فراستی بهش تیکه انداخت که برو تبلیغ لوازم خانگی رو بکن، برو پی کاره. پژمان جمشیدی 48 ساله دانشجوی انصرافی عمرانه. 14 تا بازی ملی هم داره و فقط یه گل ملی زده که همونم به گرجستان بود و چندان موفق نبود، اما توی بازیگری موفق‌تر عمل کرد و یه جایزه حافظ و 2 جایزه جشنواره آنتالیا و یه دیپلم افتخار فیلم فجر هم گرفته. اما این اواخر براش یه حاشیه عجیب درست شده. طبق شنیده‌ها توی بند 3 قزلحصار و جرمش هم خیلی سنگینه. ما که نمیدونیم، ولی خیلی مشکوکه این که چرا یهو همچین خبری باید رسانه‌ای بشه. ما که نمیدونیم، کاش که زودتر این ماجرا روشن بشه.